دوستان سلام. از اونجایی که میخوایم اول هفته رو با یه موشکافی جوندار شروع کنیم، میریم سراغ افاضات شیخ-فری در مجمع عمومی ملل متحد و قپی مضحکی که اومد. من به نمایندگی از ملتی سخن میگویم که 2 سال قبل تعامل سازنده با جهان را رأی داد و اینک با افتخار میتوانم اعلام کنم که امروز فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است. فصل جدیدی آغاز شده؟ بسیار خوب، بریم یه نگاهی به این فصل جدیدی که در روابط آخوندا با جهان آغاز شده بندازیم و ببینیم کجای این فصل جدیده. قوات التحالف لإعادة الشرعية. به گزارش تلویزیون العربیه، نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در ساعت 1 بعد از ظهر 13 ماه سپتامبر در فاصله 150 میل دریایی در جنوب شرق شهر سلاله عمان در دریای عرب یک قایق حامل سلاح رژیم ایران را توقیف کردند. اسناد پیدا شده در این قایق نشان می‌دهد که ظاهراً قایق ماهیگیری است و مقامات ایرانی به آن اجازه ماهیگیری دادند. آها، منظور شیخ-فری از فصل جدید این بود؟ یعنی اینکه جدیداً تروریستا رو به اسم ماهیگیر صادر میکنن؟ آقا عجب نوآوری کرده این شیخ-فری. حالا بریم ببینیم نظر بقیه کشورها درباره این فصل جدید چیه؟ وزارت کشور بحرین اعلام کرد توانسته است تعدادی محکوم به اعدام وابسته به گروه‌های تروریستی عراقی و ایرانی مرتبط با عملیات تروریستی را دستگیر کند. خب اینم از یه عملیات تروریستی جدید توی بحرین که متعلق به فصل جدید روابط آخوندا و دنیاست. بحرین رو داشته باشید تا بریم سراغ یمن. ما درگیر نبردی هستیم برای کشور و مشروعیت حکومت و برای تضمین اینکه کشورمان به دست رژیم ایران نیفتد، رژیمی که می‌خواهد شاهد ویرانی یمن باشد. حالا ممکنه یکی بگه بابا این جفتک‌های تروریستی مال باند خامنه است. یکی ممکنه بگه بابا شیخ-فری اصلا زهر خورده، تو این فازا نیست، اصلا شیخ-فری میخواد تو کشورهای منطقه دموکراسی ایجاد کنه. خب بریم ببینیم بقیه چی میگن. عادل الجبیر در پاسخ به حسن روحانی که گفت رژیم ایران آماده است در راه حل سیاسی یمن سهیم شود گفت تهران میبایست دست از این گونه ادعاها بردارد و قبل از هر چیز تشویق به خشونت را متوقف کند. او افزود رژیم ایران برای حوثی‌ها کارشناس نظامی و تسلیحات ارسال می کند و دلیل اصلی جنگ کنونی در یمن همین رژیم است. بله همینه. وقتی کار به بکش و صدور بمب و بزن و این حرفا میکشه، کوسه و علیگدا حرفشون یکیه، همشون این کارن. این جونورای امامدار اگه یه روز دست از ترور رو اتم و این حرفا بردارن، همامشون به فنا میره. فرق اینا تو قیر و قمیشای اعتدالی و این حرفاشونه، وگرنه ته خط همشون سر تا پا یک کرباسن. همشونو باید به یه گاری بس. تا موشکافی فردشم خداحافظ همگی.